از صبح همیشه جانب شام رویم، ز آغاز همیشه سوی انجام رویم. با نام اگر رویم هیچ است اجل، ترسیم از آن اجل که به نام رویم. عقل کوتاه مگوید ورا حرف خطاست، عقل دنیا همه در چشم سخنگوی زن است. ولی وقتی که قلم گرفتم و دیدم که مسئولیت شاعری بسیار وزمین است، بسیار وزمین است، یعنی با آسانی و خلای مقصود رسیدن بسیار یک کاری مشکل است. در شعر تاجیک امروزه، در شعر تاجیکستان معاصر، حقنظر غویب اولین شخصی هست که در شعر تغییرات آورد. اولین شخصی هست که در همه نمودهای ژانرهای ادبی او شعر نوشت، هم منظومه نوشت، هم داستان نوشت، هم غزل نوشت، هم رباعی نوشت، هم قطعه نوشت و هم نثر نوشت. در ژانر نثرنویسی هم استاد حقنظر غویب بسیار چی است، توانایی خوب دارد. حضورم اگر خودم را در یگان جو شاعر گویم یا یگان کس طرف بسیار مهربانی کند، خجالت در خجالت میمانم. چون که دنیای شعر بسیار دنیای، مثلا وقتی که قلم میگیری ولی خدا در صف استاد فردوسی، حافظ بزرگوار، رودکی، ملکوتی که شعر ما را آغاز کرد و دیگر بزرگان عالم ادب، بیدل، محمد اقبال، ببین باید چیزی گفته توانی. خیلی به هر نوع زحمت های ما رو دیگر آدم ها بیشتر باید توصیف کردن و گفتن. اون کسانی که قصه و افسانه میگفتند، روایت های خلقی را میگفتند، با آنها از کودکی مناسبت دوستانه داشتند و آنها در خانه ما جمع میشدند، قصه و افسانه میگفتند. بعضا تا روز هم میشیدیم، همسایه ها جمع میشدند. یعنی از همینجا من اون قصه هایی که اونا میگفتند با همون فهمش کودکانمان شعر میکردم اون را که با همون فهمش کودکانه در نزد خانه ما یک سرفه بود و یک درخت آلو، در طور هم درخت آلو برآورده همون قصه ها را به طریق شعر میخوندم. دانشگاه در کلو، بین کلو و بین افتادیخا همگی یک 3 یا 4 کیلومتر میکنه. لیکن حقنظر غویب همراه ما در خوابگاه خواب میزد. میگفت من خط شما میسته، من نمیرم خانم. یعنی یک جهت بلندی انسانگری و آدمگری حقنظر هنوز از ایام دوره دانشجوییش علیه ایام بود. ایام بودن جوان بود که حقنظر در همون دوره علیه میدرخشید. هرچند که باید پرورده محیط ادبی منطقه کلاب است، مثلا استاد سید علی ولی زاده و اشرف سفر و سعید جان حکیم زاده و شام ظفر یادگاری و
ایوب سفر محمد ایوب محمد غوی بچند دیگران هست. لیکن آموزش و هدف ایجادی او از روندهای ایجادی پیشقدم نظمی همون سالهای ما جدا نیست. مثلا وی از همین سرچشمه ها آب خورده است. از ایجادیات فرض کن اگر گیریم امین جان شکوهی، غفار میرزا، خوش خودی کرام و مستان و استاد مومن شاه لایق، استاد لایق گیریم تا گلنظر و همسالای خودش بازار صابر این طرف میاد و در شیوه های گوناگون و سبک های گوناگون حق نظر شعر گفته است و شعر وی جای مزه و لذتش مثلا چیزای خلقی را دارد. اون چیزی که مثلا سرود ایجاد میکند، ترنم میکند، بیشتر تکیه میکند شعر وی بوی همون ربایی های خلقی، دو بیتی های خلقی که در کلاه بسیار فراوان است دارد. آخرین چیزی که من برای این نه تنها برای این ملت و برای این جهان گفتم در تجلی آفتابی علامه اقبال است. وقتی که به شاعری سر کار گرفتم اندیشه وجود ما را فرا گرفت که باید شاعر جهاناندیش باشد. این سخن من هم از من نیست، این از بزرگای عالم ادبیات است. یک شعراش بسیار روان است، مثل تاب روان که دارد شعر روان میبراید داخل، یا اینکه اون سروده های صاف بزمی که از جانب سراینده های بسیار خوبی ما مثلا آزاده ما یک کفش زر بپا کن وقتی رفتن است، عروس هم میبرن کن تاج زر به سر کن وقتی رفتن است میخواند. یک منظره های بسیار عجایبی همون توی و سور و بزم ها جشن های عروسی و همینا پیش نظر میآید، یا که تگی تاک و تگی توت خیلی یک سلسله سروده های وی دارد، خلقی بسیار زیبا هستند. بسیار ای آنکه شناسیم بجان بر تو سلام، فهم تو مرا به یک بیان بر تو سلام. در من شده زنده آریان با همه ارج، ای زنده به نام آریان بر تو سلام. جهت دیگرش محمود از آن عبارت است که یک بچه دیهاتی هم حق نظر دارد. مثال تا به این درجه، تا به شاعر خلقی تاجیکستان، تا به مرتبه دار جایزه بلندی به نام ابو عبدالله روزکی رسیدن حق نظر دارد و یکی از شاعران ممتازی امروزه معاصر ادبیات معاصر تاجیک رفتن شد و همین بچه تا به امروز از همه قشلاق بیرون نرفت. در همه خانه‌ای که اغلب وارد زندگی میکنه، در اون خانه شاعران مشهور تاجیکستان از جمله لایق شیرعلی و خدی کرام و غیره و کدام و میقناعت از نان نمک و از دسترخوان اغلب وارد نان خورده می‌گردند. obraz زنده-رود است. obraz زنده-رود این هم نماد محمد اقبال، هم نماد انسان‌های بسیار روشن فکر که فکر و اندیشه های شخصی و خاصه دارند. یعنی زنده-رود و دیگر وحش است.
вахшин намоди умуман миллати ориёӣ аст, форс аст ва намоди тоҷикистон аст. вай дар баробари шоири хуб будан бисёр мураббии хубам аст. бисёр ҳамун шоирое ки имрӯз синнишон мисол ба 60 рафтанд ё ин ки аз 60 гузаштанд, аз минтақаи Кӯлоб ман дар назар дорам, ҳамаи ҳамуно ҳам аз хони ки ҳақназар, ҳам аз хони хонаи ҳақназар, ҳам аз хони сухани ҳақназар чошнӣ гирифтаанд. манам суруди модари акаи ҳақназарам мехонам. تکیه در پهلوی مادر جان غنیمت بوده است. غنیمت بوده است، مادر غنیمت بوده است. خواب در زانوی مادر جان غنیمت بوده است. غنیمت بوده است، مادر غنیمت بوده است. دولتی دیداری و بار میسر می شده است. دولتی دیداری و بار میسر می شده است. دولتی دیداری و بسیار قیمت بوده است. اشک گریز در بغل از چشم آبیش، از چشمه های خشک بیابان شکافتش. از یک بهار گل برویم تا دیگر بهار، اما گلی که داده ای آیا بیابیش. گلبرگ تازه لب او را ز کف مده، میری تروز بحر لبان گلابیش. دریا مدام نیست لبالب ز جوش ها، طوفان اوست حسرت روزی